ما دانشجویان به خاطر آن ساعت 7:30 آمدن نمیتوانیم که در همین فصل که ما قرار داریم، یعنی نزدیکی فصل زمستان روزها بسیار هم کوتاه مدت میشوند. وقتی که ما از خواب میخیزیم حتی ساعت شاید 6 شده باشد که تاریک است، ما در آن حالت نمیتوانیم که راه براییم. تو این طرف و آن طرف مسئله مون تیاری دیدن اومدن به دانشگاه رو میکنیم، الکی از درس دیر میمونیم. این بسیار وزبین 7:30 برای که وقتشون نمیشه بچه‌ها یاشن انا دیر میخیزن گل سوید هست گل سوید نیست، همین خیلی وزبینی بده. همین خیلی خوب شد که همین وریم میرسن طلبا هم با بیگایا براختر برمیگردن. همین دین من مشاهده کردم نه که همین خوب کی باور کن ساعت 8 میشه آدم در راه نمیبینی، طلبا پیش وقت طلبا میشید و یک وای میشید، همین خیلی دیر میموندن. هوزی خیلی بهتر من مشاهده کردم میره در حقیقت نه که کسی میره وای کرده مثل پیشگیری کرد وای کرد به حد کاری خوب کرده، به حد خوب شد برای مردم. یگان نتیجه نمیبینیم. برای اینکه ما اینجا تاکسی میزنیم، من پیش پلتیک نیست که ماشین بسیار. ما از طرف اگراری میبینیم، انستیتوت اگراری، اونجا پداگوگی، اونجا ماشین بسیار. همین پلتیک نیست که من نمیبینم باید ماشین این استودنت ها باشد که باشد که خیلی بسیار ماشین. یگان بهبودی نیست. اگر گرچندی ساعت 7:30 مانده باشند درس. حالا این فرمانی وزارت در عمل جاری شده ایستاده است. مخصوصا در دانشگاه آموزگاری این کار سر وقت آغاز شد و درس های دانشجویان از ساعت 7:30 آغاز یافت و حاضر یعنی همین رفتی میگیم تعلیم آغاز شده است و دانشجویان این را خوش قبول کرده ایستادند. روزهای میشه که время درس دوامدن نمیتونیم، دیر میکنیم. اما خوبش 8 بود که همه время به درس می آمدن. آدمی کنسول میتونه ساعت 5 بخیرد. نیست کودک 12 ساله، 16 ساله، 15 ساله ای خوب در ساعت 6 تیر نمیکند. با وقتی که در درس میره قبول نمیکند. چیزی که معلوم میگه اگر معنی اثر که آرام نباشد، از خوب سیر شدگی نباشد، سر و سیما رفته در درس میشیند، ولی هوشش به خوب از ولی به خود آمادگی نیست، درس یکم دوم قبول نمیکند.